میخوای الان از حست برام بگی؟ خانم دکتر، از خودم، از جسمم، از همه حس و حالی که این چند روز دارم خیلی بدم میاد. اصلا انگاری که بهتون بگم دارم نمیخواد حتی زنده باشم. عزیز دلم، با هم درستش میکنیم، نگران نباش. یه داستان بسیار تکان دهنده، عبرت آموز. بیه تا کل داستان رو براتون بگم. البته از خودش اجازه گرفتم. دختر خانم 29 ساله، وکیل پایه دادگستری که تازه کارش رو شروع کرد. میگه که من داشتم از محل کارم میادم بیرون و بعد همین که وارد خیابون اصلی شدم یه لکسوس آخرین سیستم جلوی پای من یه ترمز زد. یه مرد بسیار خوشقد و بالا، خوش استایل، کچلوار برند، عینک برند و یه کارتی به من داد. گفتش که من کارم واردات و صادراته، از شما و از استایل تو راه رفتنت خوشم اومد. این کارت من، لطفاً با من تماس بگیرید. اگه میشه کارتتم به من بده، چون من برای کارهای صادرات و وارداتم به یک وکیل قهار و توانمند و یه خانم شیک و پیک مثل شما نیاز دارم. دختر خانمم گفت منم ذوق زده شدم. این آقا با این تیپ و این استایل، با این ماشین، با این فن بیان و کار صادرات و واردات کارتمو بهش دادم. گفت 2 روز بعد یه پیام بسیار مؤدبانه برای من فرستاد که من فلانی هستم و همون که در دادگاه تو رو دیدم و میخوایم با هم یه قرار ملاقات بذاریم، در مورد بیزینسمون با هم دیگه صحبت کنیم. من خیلی با شما کار دارم. دختر خانم گفتش که منم ذوق زده آماده شدم و یکی از رستوران‌های خیلی تاپ تهران، حالا اسمشو نمیارم، قرار گذاشتیم. گفت اومد بازم شیک و پیک و یه ساعت رولکس تو دستش و عینک ریون و این داستان ها. گفت شروع کردیم صحبت کردیم و شروع کرد گفت من عمان شعبه دارم و دبی شعبه دارم و مجارستان شعبه دارم و کارم واردات و صادراته و اگه توی گوگل سرچ کنی منو پیدا نکنی به خاطر که من دلم نمیخواد خیلی بیزینسم به قول معروف همه ازش سر در بیارن و به قول معروف دلم نمیخواد خیلی تو چشا باشم. خلاصه گفت یه 2-3 ماهی ما با هم قرار گذاشتیم، ولی هر بار این آقا می اومد دنبال من ماشینشو نمی آورد. یه بار با اسنپ می اومد، یه بار می گفت دوست داشتم پیاده قدم بزنم و بعد می گفت من یواش یواش عادت کرده بودم شبی 2-3 ساعت با این آدم حرف بزنم و از دلدادگی بگیم و از عشق بگیم و من دیوانه‌وار عاشق این آدم شده بودم. و پیش خودم میگفتم وای دیگه در آسمون باز شده و یه مرد خوش قد و بالا و خوش استایل و خوش سر زبون و نمیدونم خوش شغل و همه چیز تموم. و گفتش که از من درخواست کرد که با هم دیگه فضای خصوصی تری داشته باشیم و یکی از هتل‌های تهران، حالا چه جوری که محرم هم نبودن دیگه، با هم قرار گذاشته بودن و رفته بودن و تا ته ماجرا رو با هم دیگه تجربه کرده بودن. گفت که 2 ماه از ماجرا که گذشت احساس کردم که این هیچ وقت با لکسوس آخرین سیستمش دیگه دنبال من نمیاد. همیشه یا میگه پیاده اومدم، یا میگه دوستم منو رسون، یا میگه ترافیک بود که اسنپ گرفتم. گفت یه روز قرار گذاشتیم جاده چالوس که بریم ناهار دیزی بخوریم. گفتش که یه جایی که قرار گذاشته بودیم بهش زنگ زدم گفتم رسیدی؟ گفت آره من همینجام. گفت این ور رو نگاه کردم، اون ور رو نگاه کردم، از لکسوس خبری نبود. گفتم نمیبینمت. گفت من همون موتور سوارم که اون ور خیابون وایسادم. گفتم با موتور اومدی؟ من خانم وکیل پایه دادگستری با موتور اومدی منو جاده چالوس ببری؟ گفتش که به من نزدیک شد و خیلی حق به جانب گفتش که یعنی چی با موتور اومدم؟ یعنی تو عاشق آهنپاره ای؟ یعنی اینقدر ماشین برات مهمه؟ بهش گفتم ببین یه جوریه، من اصلا به تو شک دارم، اسم تو سرچ میکنم جایی پیدا نمیکنم، شرکت تو جایی ثبت شده نمیبینم، ماشین تو نمیاری، من اصلا برام تو ابهام داری.
برگشت گفت راستشو بگم من شاگرد مکانیکی هستم. اون ماشینی هم که اون روز اومده بود دنبالت من ترمز زدم، ماشین یکی از به قول معروف کسایی بود که اومده بود ماشینشو تعمیر کنه. من یه 2-3 ساعتی باش چرخیدم. حالا به من بگو تو منو میخوای یا آهن قراضه رو میخوای؟ تو چی کار داری که من کیم، شغلم چیه؟ گفتم چی؟ تو شاگرد مکانیکی هستی؟ بعد اومدی به من گفتی که صادرات و واردات داری؟ ماشین مال خودت نبوده؟ مال مشتری بوده که ماشین رو آورده تعمیر کرده؟ تو منو یه هتل بردی و با من روابط نزدیک داشتی، تو با من سکس رو تجربه کردی، تو کلی به من دروغ گفتی و باورتون میشه این خانوم الان مدت هاست حالش بده. میگه میرم هموم با سنگ پا بدنم رو میخوام بتراشم. اینکه یه نفر تونسته خیلی راحت با دروغ‌هاش، با داستان سرایی، با یه سناریوی فیک به من تجاوز کنه و از من سوء استفاده کنه، دلم میخواد بمیرم. دوست دارم خودکشی کنم. از زندگی سیر شدم. من به دختر قشنگم گفتم عزیزم از تو بعیده، تو که این همه تحصیلات عالیه داشتی، تو وکیل بودی، چطور گول خوردی؟ باید یاد بگیریم که اگه قراره وارد یه رابطه بشیم، اگه قراره تنم رو در اختیار کسی قرار بدم، مطمئن باشم حرفاش دروغه یا راسته، داره با صداقت با من حرف میزنه یا سناریو سازی میکنه. چرا من تا یک ماشین آخرین سیستم و شاسی بلند میبینم دلم میلرزه؟ چرا یه ساعت فیک و دست یه نفر میبینم دلم میلرزه؟ چرا گول کت و شلوار و عینک و برند رو میخورم؟ چرا تحقیق نمی کنم؟ چرا یکم پرسشگری نمی کنم؟ چرا زود اعتماد می کنم؟ بعضی مواقع اعتمادهای زود هنگام ما و هیجاناتی که یهویی دنبال اون میاد بلایی سر اون میاره که شاید سالها اثر اون زخم، اثر اون درد، اون خنجری که تو قلبمون فرو رفته رو نتونیم فراموش کنیم. خواهش میکنم زود اعتماد نکنید. خواهش میکنم گول ماشین و برند رو نخورید. خواهش میکنم زود اجازه ندید اون جسم شما رو لمس کنه، به جسم شما تجاوز کنه. اینقدر راحت تن خودتون رو در اختیار آدم‌های غریبه نذارید. خیلی از مواقع انقدر این داستان وحشتناک پیش میره که نمیگیریم داستان چیه. شاید خیلیا بگن که خب اون پسر مکانیک مگه چش بوده؟ خیلی خوب بوده، خوش قیافه بوده، خوب حرف میزده. نه، ما حق نداریم با دروغ رابطه رو بسازیم. ما حق نداریم با شخصیت نمایشی وارد رابطه بشیم. اصل رابطه صداقته. اصل رابطه شفافیته. اصل رابطه اینه که من خود واقعیمو نشون بدم. یه آقای مکانیکم خیلی ارزشمنده ولی باید بگه که من مکانیکم، من شاگرد مکانیکی هستم. باید بگه من وسیله شخصی دارم یا ندارم. وقتی با دروغ وارد رابطه میشیم، وقتی من با هیجانات اشتباه سریع توی این رابطه میرم جلو، ته ماجرا رو لمس میکنم، اتفاقاتی میفته که من حالا ترجیح میدم بمیرم و باور نکنم یه نفر به راحتی اومد و منو گول زد. میخوام از این به بعد براتون از این داستانهای تکان دهنده که توی اتاق درمان اتفاق میفته بگم تا راحت بتونیم تجربه هامون رو توی ارتباط، توی روابط بالا ببریم و سعی کنیم کمترین آسیب به ما برسه. دوستتون دارم. همراهان خوب سیمین روان، همیشه کنارم بمونید.